سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز دوشنبه 1 آگوست را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنیم. در برنامه امروز در تاجیکستان 3 جوان را با گناه قتل بی‌رحمانه 2 دختر دستگیر کردند. جسدهای پاره شده این دختران را از دریای دوشنبه یافتند. یک مولا را در افغانستان برای به زنی گرفتن دخترک 6 ساله دستگیر کردند. مادر دختر ادعا کاملا رد میکنند که به نکاح او بوده. اونها ادعاشو در تلفنی امی است که دختر از پیش ما مفقود شده. گروه مسلح در یریون بعد از 2 هفته رویارویی به نیروهای امنیتی تسلیم شد. اعضای گروه گفتند به هدفشان یعنی برانگیختن قیام مردمی رسیدند. تفصیل خبرها: در شهر دوشنبه 3 نفر را با اتهام قتل بی‌رحمانه 2 دختر دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 1 آگوست گفت 3 جوان بعد از ارتباط جنسی با 2 دختر تنفروش آنها را کشتند و جسدهایشان را پاره کرده به دریای دوشنبه انداختند. وزارت گفت یک جنایت روز 21 و دومی روز 27 ایول صورت گرفته است و 3 نفر بازداشت شده از 23 تا 26 سال دارند و از ناحیه‌های واسع و ورزاب و دوشنبه هستند. دادگاه اردن دلشاد ابراهیموف یک جوان تاجیک را که با اتهام افراطگرایی و جاسوسی دستگیر شد بیگناه اعلام کرد. در این باره خود او روز 1 آگوست به رادیو آزادی خبر داد. دلشاد ابراهیموف را ماه اپریل در فرودگاه عمان با اتهام جاسوسی و عضویت در گروه دولت اسلامی دستگیر کردند، ولی دادگاه گفته است که اتهامات ثابت نشد و دلشاد باید آزاد شود. جوان تاجیک که سالها باز در مصر با خانواده‌اش زندگی می‌کند به تاجری مشغول است و حالا نزد آنها برگشته است. یک مولا را در افغانستان برای به زنی گرفتن دختری 6 ساله دستگیر کردند. مادر دختر ادعا کاملا رد میکنند که به نکاح او بوده. اونها ادعاشو در تلفنی امی است که دختر از پیش ما مفقود شده. این گزارش را در ادامه برنامه میبینیم. حالا میرویم به دوشنبه. وزیر نقلیات گفت تاجیکستان مسئله رهایی از بنبست کمونیکاسیونی را 60% حل کرده است، اما مشکل بنیادی راههای برون رفت به خارج از طریق کشورهای دیگر باقی میماند و تاجیکستان همچنان پایبند راههای آهنی ازبکستان است. شیرالی گنجلزاده در این باره روز 1 آگوست در دوشنبه در یک نشستی خبری صحبت کرد. همکار ما مردان محمد در این نشست بود و از آنجا گزارش می‌دهد. تاجیکستان تا اندازه از بنبست ارتباطاتی رهایی یافته است. این نکته را شیرالی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان امروز در نشست خبری در وزارت نقلیات تاجیکستان ابراز داشت. با گفته وی در دوام 25 سال استقلالیت تاجیکستان توانسته است همه منطقه‌های خود را با همدیگر وصل کند. با گفته وی در زمان اتحاد شوروی پیشین میانی مناطق شمال و جنوب تاجیکستان در فصل زمستان با مدت تا 3 تا 4 ماه ارتباطات اتومبیلی تقریبا قطع شده و تمام راهها از طریق کشورهای دیگر انجام میشد. اگر که ترمینال‌های نزدیک سرحدی زمانهایی ساخته شود و نقطه‌های خدمت رسانی نزدیک راه‌ها باشد که رانندگان در همه مورد توانند که در اونجا استراحت کرده تعمیر کرده و این کارهایی است که آینده عملی کرده می شود و در مورد عملی شدن همه این کارها ما میتوانیم بعد در 100% گفته توانیم. در مورد بنیاد راه‌های آهنی از تاجیکستان به کشورهای خارجی وزیر نقلیات تاجیکستان گفت که تا حال در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیر به نظر نرسیدند. تنها بعد به امضا رسانی پروتکل واخوری وزیران لایحه سازشنامه بین دولتی تهیه می‌گردد و به حکومت‌های جمهوری و حکومت‌های دولت‌ها پیشنهاد کرده می‌شود. بعد به امضا رساندن چنین یک سازشنامه از طرف رهبران دولت‌های پنجگانه بعد عملی کردن این لایحه شروع کرده می‌شود. راه‌های جنوب تاجیکستان و شرق تاجیکستان در سال‌های نزدیک پولکی نخواهند شد. در این زمینه وزیر نقلیات تاجیکستان رسما ابراز داشت که تا حال در مورد پولکی شدن راه دوشنبه منطقه رشت و دوشنبه به ولایت ختلان تا حال یگان تصمیمی گرفته نشده است و در نقشه هم حالی وجود ندارد. مردان محمد، امرالدین عالموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
میرویم به افغانستان همسایه که ترکش ماشین بمب گزارش شده در نزد یک مهمانخانه در پایتخت آن در شهر کابل تنوره بزرگی را در آنجا به وجود آورد. جنگجویان طالب بعد از این به مهمانخانه نورسگیت حمله کردند و مقامات میگویند در این حمله مرگ طلبانه و گروهی یک مأمور پلیس کشته شد. حادثه روز 1 اوگوست صورت گرفت. بعد از حمله مأموران پلیس محلی آنجا را محاصره کردند و سربازان و نیروهای پلیس را به محل حمله فرستادند. دو مهاجم از بین رفتند از اثر اینمی انتحار نه در کمپ برای کسی تاوان رسیده به هیچ کس تاوان نرسیده، ولی پلیس ما که در قدم اول رسید اینا را از دخولشان به کمپ یا به اینمی شرکت ها ممانعت کردند. متاسفانه که یک پلیس ما جام شهادت نوشید و 3 نفر پلیسای ما زخم برداشتند. طالبان مسئولیت هجوم را بر عهده گرفتند. مهمانخانه نورسگیت در کابل محل اقامت خارجیان است و نظامیان خارجی و کارمندان قراردادی آنها نیز در اینجا زندگی میکنند. کسی از مهمانان آسیب ندیده است. و پلیس افغانستان یک ملا را برای بزنی گرفتن دخترک 6 ساله دستگیر کرده است. ملا سید محمد کریم از ولایت غور میگوید دختر را پدر و مادرش در عوض تومار نویسی به او هدیه کردند. والدان دخترک ساکن شهر هرات افغانستان هستند. میگویند ملا کریم دخترشان را دزدیده است. گزارش همکاران ما از رادیوی افغانستان آزاد را میبینیم. این دخترک 6 ساله از شهر هرات هممرز با ایران است و این ملای تقریبا 60 ساله از ولایت غور میگوید ماه ایون همین کودک را در یک مراسم به نیکوی خود درآورد. نیوزی بیمیدن نیکوی زیر بسته کردن بیمه که تو محرم خانه میشه. بعد از این دختر گفته که ببر هر جا که رموخش داری بده بده رموخش کن تا کلان شد. بیاردم به جوان اینجا خوازده شون خوازده میدوم منابد اگرته بودم و اون نکد پس آخر بیاد بیمیدن. جزا خان که ششتود در حدود پشای چه مورک از اون مورک از اون تقریبا 3-4 نفرش. ادعای از این آدمی است که این به نکاح ما پدر مادر به رضایت خود دادن و ما در این قسمت دیگر ارتباط گرفتیم با پدر و مادر دختر و مردمی که در محل بودن. پدر و مادر دختر ادعا کاملا رد میکنن که به نکاح از او بوده. اونها ادعاش تلفنی امی است که دختر از پیش ما مفقود شده. این ملای افغان را حالا به کودک ربایی و ازدواج غیر قانونی متهم میکنند. در افغانستان دختران از 16 سالگی حق ازدواج دارند. بعد بازداشت ملا دخترک را که نامش را نمیبریم به شفاخانه آوردند. معاینات که ما کردیم از نظر فیزیکی هم از نظر فیزیکی و روحی نرمال بود، مشکل خاصی نداشت. لیکن میبینیم چون طفل یک حالتی وحشتناک برای خود داره، زمانی که چشمش به این نفر میفته خود به خود طفل وحشت میکنه که خود از این نمایانگری از این هسته که شاید این طفل اختطاف باشه، شاید قاچاق باشه و شاید هم در قید نکاح ازی باشه و این فعلا ما سر ازی ریاست امور زنان قضاوت کرده نمیتونه، ولی تعقیبای خود در ارتباطی و یا در قبال این گپ ما 99% هم بلکه نه 100% داریم که قضیه کاملا روشن شده. دخترک 6 ساله حالا در اداره پلیس است و تا زمانی که تفتیش ادامه دارد او در همین جا میماند. حکومت تاجیکستان فهرست نام‌های ملی تاجیکی را تصدیق کرد. در نشست خبری در دوشنبه مقامات کمیته زبان و اصطلاحات گفتند پس از بررسی در مجلس نمایندگان فهرست دارای بیشتر از 3,500 نام چاپ می شود. بعد چاپ فهرست والدان مجبورند از همین روی خط برای فرزندان نوزادشان نام انتخاب کنند. مقامات گفتند فهرست برای حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی تهیه شد. همکار ما خورشید همدم در این باره با سعادت شاه مطرابیان معاون رئیس کمیته اصطلاحات صحبت کرد. می گفته که چی تعداد نام ها در این فهرست وارد شدن و واقعا چند درصد اونها ملی یعنی تاجیکی هستند. در فهرست زیاده از 3,500 نام وارد کرده شده است، ولی مثلا چه اندازه از آنها از این نام ها تاجیکی هستند باید ما بگیم که تمام آن نام هایی که حتی عربی هستند و امروز آنها به زبان ما وارد شده هستند آنها الکی قالب تاجیکی گرفته هستند و ما آنها رو نیست که نام های تاجیکی دیگر میگیم. اینو برای همین یعنی تمام آن نام های تاجیکی هستند. یعنی وزارت اداره ها بیشتر با کدام نام ها به قول
اعتراض داشتن. البته وزارت اداره هم با همون نام‌هایی که اونها معناهای زیش دارند، مثلا نام زنجیر بود که از جانب حتی وزارت اداره هم پیشنهاد کرده که این گونه نام مثلا اونقدر خوب نیست، بهتر است که این گونه نام نباشند. واقعا هم یعنی این چیز رو متخصصان به نوبت گرفتند و از فهرست این گونه نام‌ها رو مثل همین نام‌ها بودند که از به نظر گرفته شد پیشنهاد آنها. اما همان گونه که پیشترم تاکید شد و رسانه هم شد، نام‌های مثل تورا، مثل که خان دارن یا اینکه خواجه، اینها صرف نظر شدن. بله، در مورد اون که نام‌هایی که اونها در ترکیب خود واژه‌های خواجه، سعید، تورا و این گونه واژه‌ها دارند، البته اینجا تاکید کردن در کار است که یعنی در خود قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی ثبت اسناد دولت شهروندی نیز آورده شده است که اگر نام ها مثلا از این واژه ها عبارت باشند، آنها باید به نام وارد کردن نشوند. یعنی معنا این چی بود؟ مثلا ما میگفتیم سعید ناصر خسرو یا که خواجه حافظ شیرازی که سعید و خواجه این همچون افاده کننده درجه وی است که از دیگر شخصیت ها اونها رو فرق میکند، یعنی فرقیت بین وی رو به وجود میبرد. ولی اگر که در ترکیب نام مثلا کلمه سعید باشد، این مثلا دیگر افاده کننده فرقیت وی نیست. مثلا سعید خواجه اگر باشد، این نام شخص است که وی نه سعید بودن و نه خواجه بودن رو افاده میکند. بنابراین این گونه نام ها در فهرست وارد کرده شده است. و واقعا در اول تهیه این فهرست جنجالی را در شبکه‌های اجتماعی در بین فعالان جامعه مدنی در تاجیکستان برانگیخته بود و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org هست. تمام اعضای گروه مسلحی که اداره پلیس را در شهر یریوان اشغال کردند به ماموران امنیتی تسلیم شدند. کمیته امنیت ملی ارمنستان روزی 31 ایول گفت بعد تسلیم شدن 22 تروریست را دستگیر کردند. درباره پایان رویارویی که 2 هفته ادامه کرد، همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. روز یکشنبه پلیس ارمنستان نوار تسلیم شوی گروه مسلح را نمایش داد. سلاح بدستانی که 2 هفته پیش در یریوان پایگاه پلیس را اشغال نموده بودند، پی هم از بینا بیرون شدند. اعضای گروه ساسنا تسرر 17 ایول یکی از شعبه های پلیس یریوان را اشغال کردند. اثنای تیرپرانی یک افسر پلیس به قتل رسیده، 5 نفر دیگر مجروح شدند. چند تن دیگر در گرو گروه سلاح به دست ماند، ولی در دوام هفته اول مقاومت همه آنها رها شدند. سلاح بدستان تقاضا داشتند که پرزیدنت ارمنستان سرژ سارکسیان به استعفا رفته، رهبر آنها ژرایر سفیلیان از زندان آزاد شود. سفیلیان را ماه ایون با اتهام معاملات غیر قانونی با سلاح بازداشت نمودند. یکی از رهبران گروه سلاح به دست، واروژان اویتیسیان، درباره قطع مقاومت و تسلیم شوی معلومات داد. به گفته نامبرده، از 30 نفری که بینا را اشغال نموده بودند، حالا فقط 20 کس باقی مانده است. اویتیسیان افزود که او جانبدار ادامه خونریزی نیست و اصلاً گروه وظیفه‌اش یعنی تشکیل قیام مردمی را اجرا کرده است. در دوام 2 هفته که مقاومت گروه مسلح با نیروهای دولتی دوام داشت، هم پیمانهای گروه سلاح به دست جمع آمدهای اعتراضی راه اندازی نموده، کوشش کردند به عملیات پلیس بر ضد سلاح بدستان امکان ندهند. در برخوردهای پلیس با گردآمدگان 10 نفر جراحت برداشته، صدها اعتراضگر دستگیر شدند. و خبری ورزشی، امروز در دهه المپی در شهر ریو دی ژانیرو پرچم تاجیکستان برافروخته می شود. مراسم برافروختن پرچم شام 1 آگوست ساعت 18:00 به وقت محلی صورت می گیرد و در آن 15 عضو هیئت المپی تاجیکستان شرکت می کنند. برافروختن پرچم کشورهایی که در بازی‌های المپی شرکت می کنند در رمزی آمادگی ورزشکاران کشورها به بازی هاست. در بازی‌های تابستانی المپی در برزیل که از 5 تا 21 آگوست ادامه می‌یابد، 7 ورزشکار رقابت می‌کنند. کامرانشاه اوستاپریان و محمد مراد عبدالرحمانوف در جودو، انور یونسوف در مشت‌زنی، علم قربانوف و اناستاسیا تیورینا در شناوری در مسافه 50 متر و کریستینا پرانژنکو در دویدن و همچنین دلشاد نظروف در گرزاندازی. و اخباری تازه دیگر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.